دست برافراشته در مرکز، آبی، نماد قدرت مردم یا انقلاب فناوری. شاید اشاره به هوش مصنوعی و سلطه تکنولوژی باشه. 2. موشک‌ها و تانک‌ها، ادامه درگیری‌های نظامی مثل اوکراین، خاورمیانه، تایوان. 3. کیک با عدد 250، احتمالاً اشاره به 250 سالگی، یک رخداد تاریخی مهم مثلا استقلال آمریکا، 1776 2026 250 سال. 4. ربات‌ها و بازوهای مکانیکی، رشد شدید هوش مصنوعی، اتوماسیون و جایگزینی انسان در مشاغل. 5. سکه و نمودارها، بحران اقتصادی جهانی یا نوسانات ارزی. 6. فوتبالیست در گوشه، شاید اشاره به جام جهانی یا اینکه سیاست و ورزش به هم گره می‌خورن. 7. ماهواره‌ها، نظارت جهانی، اینترنت ماهواره‌ای و نبرد اطلاعات. 8. داروها و سرنگ، ادامه دار بودن انقلاب دارویی، مثل داروهای لاغری و بیوتکنولوژی. 9. چهره‌هایی در حال بحث، شکاف سیاسی و فرهنگی بین شرق و غرب یا بین نسل‌ها. پیام کلی، دنیا در آستانه تغییرات همزمان در چند جبهه است. جنگ و سیاست، اقتصاد و انرژی، فناوری و هوش مصنوعی، ارزش‌های انسانی و اجتماعی. در واقع جلد میگه آینده پر از انرژی، اما ناپایدار و پربرخورد خواهد بود.